سلام، من شریفه گلنیسا، آموزگار و رئیس زنها از ساکن شهر حصار دهه نیلو از گفته گذشتگان ما معلوم است که این از کلمه نیلگون گرفتگی یعنی سبز، سرسبز. البته من حاضر وقتی که به دهه ما وارد شدید نگاه میکنید که همه جا سرسبز است. کوه ها همه سرسبز خرمند. یعنی از همین کلمه سبز گرفتگی همه جا سرسبز. برای همین نیلو میگویم. دیه اصلا زیاده از 430-440 سال بودگی است. چون که اصلا مردم همین جا تک جایی همش یک گویا خش تبار برید. پیش زیاده هم 430 سال پیش مردم دهبید سمرقند قلعه حصار با آمده زندگی کرده. همون وقت بعد استقامت کرده همین جاها با آمده جای استراحتگاهی کفته همین جای منزل کردگی. وقتی که از سفیدان روزگار دیده همون دوره صحبت کرده اونها گفتن که مردم ما اصلا از دهبید سمرقند به همین جا کوچ بستن. سبب به اینجا آمدنشون یکم این که اونها وقتی که تیمور در سمرقند به دودگری ها میکند یک گروه هنرمندان و کاسبان و یعنی کلولگران از اونجا کوچ میبندن و به درای قراتاق میان. اول در اونجا مقیمی زندگی میکردن. بعد چندین 10 ساله گذشتن و یک گروه مردم یعنی در بین اونها سبد بافون و کلولگران بودن. اونها همین موضع ما رو به خود مسکن میگیرن و اینجا دیه بنیاد میکنن. قشلاق ما قشلاق قدیمه است. اگر کی بنیاد شده اینجا هیچ کس نمیداند. قشلاق کهنه است. من همین خشم میدونم که ما در همینجا کلان شدیم، تولد شدیم، در همینجا باور رسیدیم، در همینجا کار کردیم. یکی از جاهایی که مردم می آمدن مثلا از سمرقند می آمدن در حصار در اینجاها دم می گرفتن در خانقاه ها و بعد از اون می رفتن مثلا با چند کیلومتر دیگر که یک جای دیگر که با اونجا دم می گرفتن و بعد می رفتن به کابل و به بلخ و به دهلی و به هندوستان این چیزها و میگویند که دیه اصلا از همین وقتی که همین خیلی مردم میگذرند و میبینند وقتی میبینند جای خوش هوا و مثلا چشمه و آب و مثلا پر هوا و پر صفاست و همینجا مسکن میگیرن و یک قولی و بعد مردمی وقتی که زمانی جنگ و مثلا دشمن مثلا مثال عادی از تاریخ گیریم اگر هجومی چنگیز مثلا مغولیا ترکتازی‌هایی که بود مردمی اصلا اونها که بیشتر به شهرها هجوم میکردن شهرهای خراب میکردن و با یک قولی مردم دهبید سمرقند پناه از دشمنان از این جنگ و از این ترکتازی‌ها و این خونریزی‌ها میوان به جانب کوه و مردم این قراتاق همین تحت کوه شاید تا برآمد مردمی میگن دهبید سمرقند است و این مردم همین تحت کوهی که میرفتگن اینا همه مردم دهبیدی سمرقندی هستند و مردم ما میگن اصل میگن ما دهبیدی سمرقند هرچند که حاضر من از اونی که من میدونم در اینجا مردم بخارا هم هست مردم بدخشان هم هست مردم کلاب هم هست مردم سوغد هم هست در اینجا همه هستن از قریب از همه ناحیه ها در اونجا زندگی میکنند. بابایان ما از سمرقند کوچ بستن با سببی که در سمرقند در دوره شاهی نلو پتین گوییم اکنون در زمان حاضر به حد بلند بود. بنابر از سبب اون که بابایان ما هنرها داشتین، کاسی بودین، استای در و تریزه، سودا، بعد آمده به قراتاق بعد از قراتاق در همین ده جا میگیرن با سبب خلوت، هوای صاف، تازه بودنش. مردم جمع شدگی از دهبید سمرقند بعد بعضش اومدگی از کلاب از شهر کلاب هم اومده همینجا با من بابای ما قسمش همینجا با اومده بای شدگی ملا ظریف میگن اومده همینجا ملا شدگی از کلاب لیکی همون دوره پیشتر انا بعد همین خیلی دیگه نیلو من به وجود اومدگی قریب 28 سال است که اینجا ما میبینیم این کوه ها بسیار سرسبز خرمند و از درختان گوناگون عبارتند که هر یک درختی وای به ما بسیار فایده کلان دارد. بغیر درختان باز رستنی های شفا بخشش هم بسیار که از وی ما استفاده میبریم. باز آب های مصفا دارد که از درون سنگ ها جاری شده می آید و مردم ما از آن آب به واسطه لیله های پلاستیکی
به خانهشان آب را آوردگی هستند که از او استفاده میبرند و به حد آبهای شفا. شخصیت‌های بزرگ این دهه بسیارند. اصلا از گذشتگان ما من نقل میکنن. قربان بیبی رحیم و حسب بودن که اون کس رئیس زن برای بهتر شدن یعنی آسایشتگی خلق مبارزه بردن. بعد از اون همراه آنها من شادروان پدرم یعنی راننده بودن. راننده که اون وقتا سوخاز میگفتیم، حاضر جماعت شدگی. در آن وقت یک تا راننده میفتن همه پدر شما بودن که خدمت خلق را بسیار کردگی. استاد شیرالیف بودن که فرزندان آنها من عالم بابایف هستن، پروفسور و غیر آنها من هنرمندان هستند، ارتقی قادر. پدران پشت و پناه پسران، پسران دست و عصای پدران. پدران چشم یقین پسران، پسران چشم بینای پدران. پدران نامگذار پسران، پسران نام بلند پدران. پدران چشمه پند پسران، پسران گوش به پند پدران. پدران خانه بخت پسران، پسران لایق تخت پدران. پدران کنده عمر پسران، پسران بار درخت پدران. پدران ساق و سلامت باشه، با پسرها به سعادت باشه. پسران دور ز آفت باشه، صاحب حکمت و همت باشه. عبدالمؤمن شریفی. سلام علیکم. سلام علیکم. شما از روی اعلان آمدید؟ بله من مرحمت خانه 3 حجره تعمیرشان بد نی. به نزدیک تعمیر کردیم برای خودمون. میدونید ما خانه فروختنی نبودیم. بدبختانه همسرم کسلی دل شد. تمامی بدر شدمان، مال و پولمان برای طبابت و داروهای او رفت. بدبختانه حالش بدتر می شود و بهتر نی. شما خانه می خرید یا عوض می کنید؟ میدونید چی؟ من شعبه تفتیشاتی در خانه همسایه روبرویتان دزدی شده است. اینها همون زادگاهشان همینجا، در اینجا تولد شدن، کلان شدن، یعنی خوندن. بعد گرچنده که در شهر در مرکز هم زندگی کنن، لیکن اونها تست خبر میگیرن از زندگی خلق. باز با عیادت پدر و مادر و خش تبار میبیان. از نسل جوان یکی از شاگردان بهترین ما فرقت نظام که و روزنامه نگار است. حاضر ما فخر میکنیم که یکی از شاگردان ما یعنی به همین مرتبه رسیدن و همراه شما همکار هستند. دوستان عزیز، عین حال جوانان شهر کلوب از نزد پرچم شهر راهپیمایی میکنند تا به نزد مجتمع 2700 سالگی شهر کلوب. چنانه که میبینید در دست آنها آویزه ها با گلدوزی چکن است و ماشین ها نیز با گلدوزی زیبای چکن آرایش داده شده است.
و باید گفت که انا همین راهپیمایی باز هم شکوه و شهامت فستیوال را زیباتر میکند و در نزد مجتمع 2700 سالگی شهر کلوب باز ما را یک برنامه فرهنگی دیگر انتظار است. از آنجا خاطره های زیبا خواهیم برداشت. رفتیم. شخصیت های بزرگ خیلی بسیارند. باز دختران هستند. من دخترها نرزقلوف ایگام هستند. من سفرف گریز، من حاضر مرکز سلامتی به کار میکنم. انا شریف عبدعلی داروساز، یعنی داروسازی بهترین هستند. آموزگاران هستند که واسیوف هستند. من اشروف، سید احمدوف، ناروف، آنها بسیار در خدمت همه خلق بودند. لطفالایف بودند، شادروان، پسران آن کس لطفالایف، نرزلایف، آنها حاضر آموزگارند. مثل تاریخ 3000 ساله شهر حصار، نیلوی ما هم تاریخ قدیمه دارد. در کتاب ها آمده است که نیلوی دهه است تا مرکز جماعت دهه های خانقاه کوهی 12 کیلومتر و تا مرکز شهر حصار 27 کیلومتر مسافت دارد. بیشتر ساکنان باباهای خود را از فراریان دهبید سمرقند می دانند که در عصر 13 یا 14 آمدند. چند اولاد باباهای خود را از کاسبان سریخاسار می گویند. در مرکز نیلو نشانه پایه چنار قطرش 5 متره با حوض کلان موجود است. دو طرف حوض را صدبرگ سفید کوهی خوشبوی و نرگس احاطه کردند. میری حصار با پیوندانش آمده استراحت می کرده است. نیلو از سه طرف با کوه و تپه ها احاطه شده است. از سمت شمال کمپیرپر، زاخانه، دهنه، کوره کشکک، از طرف شمال بینای کفترخانه، سیاه کوه، گچ، سیبک، کوه بابا، زردالحق، چخماق، کوه زرد، یورتی گلبیبی، قلعه کوهنه و غیره. در دشت و تپه هایش دیلانه، بادام، چارمغز، ارچه، زیرگ و صدها نهال و بوته ها می رویند. بسیار نمود گیاه های شفابخش را در این موضع یافتن ممکن است. نیلوی را صدها چشمه شاداب می کند که مشهورترینشان سیبک، سنگچین، چشمه غفور، چینارک، چشمه میر، چشمه اسمت الله، یخک، گرم چشمه و سلسله چشمه های دره بیدق می باشند که آبشان از مسافه 10 کیلومتر توسط لیله های پلاستیکی به حولی ها آواره شدند. دره دویلانزار داریم، دره چارمغزار میگویند. بعد من طرف ما طرف بینی کفترخانه میگویند. انا اکو هی نانم بیند چیکل بیند من بالای ما با همون کوه هوای بینی کفترخانه نامیدن. برای همین از همون و گفته همون کلان سالان ما طرف بینی کفترخانه میگویند. از طرفی با این طرف سنگ تویده میگویند، برای که سنگش بسیار. هر یک همین گذرهای این دهه موافقه خودش با نام گذاشتگی. دهه ما پر از سیر و اسرار است. در همین حصار کلانترین دهه می باشد که اهالی و قریب 4753 نفر قریب به 5000 رسیده است. از بس که به حد هوای نغز دارد دهه نیلو، به همه کار صادقانه، یعنی به غله کاری، اصلا به تاک پروری، انگور پروری، یعنی و یا شغل دارن. آب و میوهش هم نغز میشد، زراعت کاریش هم نغز میشد. البته حضور انا سال 2018 رو سال رشد دهات و هنرهای مردمی از طرف جناب عالی خوب
президентамон эълон гардид, боз ман соли 2019 то 2021 рушди деҳот, оиди рушди деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. ин боиси беҳтар шудани деҳот, манзилу деҳот гардид. мана деҳаи мо соҳиби боз ҳамун маркази саломатӣ буд, вайро боз бо ба шакли бо дуруст, ба шакли ҳозира таъмир карданд, бо ин роҳҳоя мунфаш карданд, мағозаҳо шуд, мағозаҳо кушода шуд. ҳозир бо мана ба қариби дорухона, боз мағозаю боз чанд иншоотҳои нави дигар сохта шуда истоданд, ки ин боиси беҳтар шудани рушди деҳот ҳаст. ин ҳама аз яъне саҳмгузори асосӣ яъне худи халқ аст, мардум аст. ободии ин деҳаро чӣ хеле ки мана аз роҳҳо дидем, мағозаҳою баъд маркази саломатӣ аз нав таъмир карданд. ҳоло бошад боз мактаби нав сохта истодаанд. аҷсоби халқ бо сардории Саидалиев Саидмухтор сокини ҳамин деҳа таъмир карда истодаанд. ҳунарҳои мардумӣ пештара буд, табақтарошӣ буд. устод раҳмат мегуфтанд, он кас табақ метарошидану, баъд оиф мегуфтанд, он кас сабад мебофтану. бод алиф падари мана шодравон, падари муаллим Алиф Карим, он кас сабад мебофтанд. дар аввал гап задем ки яъне бойгарии асосии ин деҳа токпарварӣ аст. бисёр барои ангурра аз боғҳо кашонда ба хона овардан, яъне бор вай чизе лозим буд ки бор ҷога ҳавайба аз ҳамун чӯб, ҳамун химчаҳо бофта ва яъне махсус монанди сабад бофта вайро дар пушт гирифта ангурҳоро аз яъне боғҳо аз баландиҳою ва ё сохтагӣ ҳаст ки боғҳое ҳаст ки дар вай техника намерад. то ҳатто ҳамун мана вай гуфтем ҳайвоне ки бор мекашад, хар, то ҳатто ҳавайам рафта наметавонист, баъд ба ҳамун каҷова мегӯем, ҳамун чизе ки монанди сабад мебофанд, дар пушт гирифта бо ҳавай ангурҳоро мекашанд. ана хеле ҳунарҳо доштанд. падарамон нақл мекарданд ки як шахси будасту 5-6 та писар доштааст. вақте ки охири умри велосипед ба охир расидан мегирад, баъд писарос мегӯяд ки падар мегӯяд ту мо ба аз ин дунё чӣ мерос гузоштӣ, ҳамун меросат куҷо ки мо тақсим карда гирем. баъд падар ҷавоб мегӯяд ки мероси ман мегӯяд дар зиҳи тог мегӯяд, ман гӯркара мондагӣ, зиҳи тога ман гӯркара мондагӣ. баъд диги велосипед аз дунё мегузарад, фарзандош баъд ҳамин бела гирифта зиёи тока кофта мегиранд, ҳамун чилое ки гӯркара мондагӣ бояд ёванда. инеша мекованд намеёванд, бо мепӯшонанд. қиси гап ҳамин боға ҳамеша кофта бо хокша мепӯшонанд, ҳичи намеёванд. оянда чунон ҳамун боғ ҳамин ангур мебандад ки ба фурӯхтан тамом кардан наметавонанд. баъд фарзандон мегӯянд мероси падари мо дар зиҳи тог будааст, то ки меҳнат ки мекардӣ чилоашам дар ҳамин ҷо будааст гуфта нақл мекарданд. аҳамияти дода бошед, дар баландкӯҳҳои мо ҳанӯз барфҳо истодаанд. яъне асосан яъне ҳамин ангурҳои деҳаи мо назар ба дигар деҳаҳо фарқ мекунад. барои чӣ? чунки рӯзона гарм аст, шабона бисёр салқин аст. аз ҳамин гардиши ҳавои софу бегубораш ангурҳои мо назар ба дигар ангурҳое ки дар дигар деҳаҳои шаҳри ҳисор парвариш меёбанд, ҳам сифатнокиш, ҳам шаҳду шакарат буданаш аз ҳамин фарқ дорад ки бисёр ҳам ангурҳояш ба боду ҳаво вобаста аст. боғ токшам қадимтарин ва боғу токое ки пештар ҳамун одамои ҳамин нилӯ боғ карану зиндагӣ карану гандумкорӣ ҳамаш буд. не ки манам боғое ки пештар буд ва баъд мана ин давраи шурӯъ баъдтар ҳавор кардан гашта асари нав боғ каран. бобо калонамон савдогар тоҷир буданд, аз Самарқанд бор оварда дар бозори Ҳисор дар давраи мирӣ мефурӯхтанд. солҳои ҳам асри гузашта ки солҳои
نو شوروی آمدنش اینجا بعدای 20 آمدگی شوروی آمدگیش به همون وقت مردم انگورش بازار نبوده است فقط کتی میگن دشتای من حصار و قله و پان و دالان همونجا انگور برده علیش میکردیم یک کش به دوی همه خیلی گندم آور زندگی هاشون میگذارن همین احوال که رفته که بعدتر با هوا تاریک اومد مردم فهمید که بازار است انگور این انگور اینجا عجایب انگوری است که ممکن در دیگه جهان نشود همین خیلی انگوری تویفی زمستانه مخصوص همین قشلوخ همین توک همجا قلمچه دیگه وادی های هم بردیم میشد سفید خیلی سای میگیم زمینای ما در همونجا 200 هکتار باغ داریم در همونجا ما از سن 27 سالگی در همونجا کار کرده تا امروز آمدیم ما گرچند ملایمام قشلاق هم که باشیم ما مهنت کردیم آمدگی توک پروری کردیم مثال سیب پرورش کردیم گیلاس پرورش کردیم ماسوی همین توک پروری باغ شده که 30-40 سال همین قشلاق نه که اصلا سرمایه‌داریم اصل کهنه دوره پیش انقلاب مردم توک پروری میکردن ممکن از 200-300 سالها پیش توک پروری اینجا تشکیل شده این وادی حصاری که امروز مرکز است اینجا همه قمیشزار و همه باطلاق بوده بود حتی تا شیر و پلنگ هم داشته است جانورهای وحشی و میگن یک راه باری بود و اون وقت آباد همین قلعه بود و یک بعضی دیه های زیر تپه‌ای که از مقابل است و زیر کوه اون دیه ها دیگر بین همه باطلاقزار و قمیشزار اصلا قمیشزار بوده و تمام حیوانات وحشی بوده و یک راهی میگن فقط همین آدم گذر بود که ما به همه ترسیده اما کم میگن که بچه بودیم انگور بار میکردیم میبردیم به سمت فخرآباد و اینجاهایی که با گندم عوض کنیم زنها هنرهای بسیار من توقی شیراز میدوزن توقی حالا هم هست از نو احیا شد توقی دوزی شیراز دوزی انا و دستی دوزی پاپور دوزی زنهای ما خیلی هنرمندند باز برای انا من زمستان که آمد باز زنهایی هستند که نیم تنه میدوزن و پختناک میدوزن و وای بسیار حاضر از نو احیا شدگی این باعثی بهتر شدن زندگی همین خلق ما گردید از مادر خود یعنی من اول پیش از همه آداب آن کس را پس هنری آن کس را یعنی هنری طعام پزی نام پزی بعد دوختنی یگان چیز گلدوزی کردن رو آموختم خیلی من افتخار میکنم که همین خیلی مادر دارم در نیلوی ما و مانند مادرم چنین مادرهای فرشته خیلی زیادن که اونها هنرهای زیادی را دارن و به فرزندان خود یاد میدهم مادر من هنری کلالگری داشتم من همینجا بعد کلال میکردن میساختن بعد همون کوزه و آفتابه و مثال چیزی که میساختن باید چپ کرده بعد گیر از سرگین چینده علو سر میدادن همه بعد پگاه همون محصولات کارشون رو بعد گرفته با همدیگه با میفروختن بابا کلان ما اصلا امیر سعید کلال میگن برای اون امیر سعید کلال که کلالگر بودن بنابر همین هنر اولاد به اولاد گذرانده اومدن من مادر ما هم کم کم کلالی میکردم بعد رساندگی من میبافتن خب کلال من همینجا نشان دادم خاک از همینجا می آوردن ما میکوفتیم همین علاقه بیخته میکوفتیم بعد پخش میبریدن با قطعی میکردن و با بالخه ها ما میکوفتیم میرساندیم بعد از من ظرف‌های هر خیلی میساختم آفتابه چای نیکو هر خیلی سفال‌ها از همون میساختن بعد تنور میموندن تنور همین میچیندن و بینش هیزم همین میپختن همون که میپختن و استفاده میدادن به همسایه ها همه خیلی توفه میدادن و خیش تبارب میدادن از این حالی هم هست کوزه هایی که از همونها ماندگی ما داریم مادامی که اون خاک هست دقیق هست که یک زمانی در اینجا کلالگری میکردن و مثال این در مزار ما اگر در سر بعضی قبرها بعضی جاها همین نشانها از کلالگری پاره‌های همون سفالی اون وقته مانده است یعنی که یک زمانی در اینجا کلالگری میکردن
آموزگار هستم، یعنی ساکن همین دهه هستم. ما همه وقت البته با کودکان سر و کار داریم، با رئیس زنها هستم، با زنها سر و کار دارم، با اویله ها سر و کار دارم. میخواهم که همه وقت همین خیلی اویله ها تینج باشن و با دانش همین کودکان زیاد باشد و مؤسسه‌ای که دیده تماما بومش میچکید، زمینش نم بود، اون وقت سرورش نرزلوی بودن. خیلی با یعنی یاردم خلق یعنی بومی وی رو نو کردند و من همین خیلی آدمای شخصیت های بزرگ از همین مؤسسه مکتب رو ختم کردند. باز میخوایم که باز در آینده ما باز شاگردای نغز تیار کنیم که در آینده برای وطن خود خدمت کنند. از روی قانون وقتی که رعایت کردن زندگی خلق خیلی بهتر شد، خیلی باز با زندگیشان بالاتر رفت. از روی من قانونی که قانونی تنظیم رسم و آیین ها، بعد جشن و مراسم ها و مرده ها و البته خیلی یعنی زندگی خلق بهتر شد. نسبت این قانونی مسئولیت پدر و مادر با مؤسسه به حد یعنی رابطه نزدیک کردن. مؤسسه ما من حاضر چخیل دیده ایستاده با یاردم خلق از نو زیاده از 11 صنفخانه باید تعمیر کنن سازن تا همین استقلالیت. با رهبری سروری مکتب سلیمی و دلارام البته همین مؤسسه باید ساخته شود. البته با نیروی مردم باوری دارن حتما ساخته میشد. من افتخار دارم که در همین خیلی دهه خوشمنظره بلند، هوای تازه، آبهای مصفا، خلقش اتفاق، یکدیگر فهم من زندگی میکنم. خیلی مشکلیش همین که از مرکز دورتر، خیلی تکنیک حاضر خیلی نقش شدگی، مشکلیش همین خیلی کمتر از مرکز دورتر، لیکن حاضر خدا به شکر از خیلی شرایطش مهیا شدگی. چهره دهه من از شهر حصار یعنی کمایی نداره. هر یک دهه به خود راهبر داره. این رشد دهه از یعنی به کلانهای دهه وابستگی داره. یعنی یکی از بهترین شخصیت این دهه این نیازف قربان می باشن که رئیس محلی همین دهه هستن. با شرافت آن کس من در اول گفته گذشتگی بودم با شرافت سید علیف سید مختار، یعنی همین آبادانی ها کرده شد، یعنی باعث افتخاری همین دهه شد. حاضر خیلی تابستانش به هر نوع حال خیلی پارینه برین گرم نشده است. گاه ریز میبینی که هوا ابرناک، گاه ریز میبینی که با هوا خیلی گرم. خیلی در گرمی ها گرم میشیم و در خنکی ها خنک میخوریم. همین خیلی این دهه من پیش از همه شکرانه
کنجی همین دولت میکنم، سری پوریش میکنم. شکرانه میکنم که چنین پرزیدنت داریم. شکرانه میکنم که در همین دهه پر هوای و خب پر از میوه‌جات و پر از گل و گیاه زندگی میکنم و تمنا میکنم که همین دیگر دهه های هم همین خیلی سبز خورم باشن و یک دیگر فهم باشن و تنجی و امانی زندگی کنن. مناداری خودم رو به شما اظهار میکنم برای که شما هم اقدامی نگرفتید و باز دهه ما رو به نوار گرفتید و دیگر دهه ها از دهه ما عبرت میگیرن و اگر میبینن عبرت میگیرن، یعنی پیروی میکنن. آباد کردن وطن از آباد شدن همین دهه ها وابستگی دارد و همه وقت در ما برای شما گشاده باز بیایید.